دولت در همدستی با بانک ها برای افزایش قیمت مسکن هیچ شکی نداره و در نابود کردن تولید بی سابقه اثر گذاره. شما اگر بخواهید در یک کشوری مثل نروژ یک ملک بسازید 12 تا مجوز میخواید، اما در تهران 45 مرحله اداری دارید. فکر میکنید که چرا قیمت تمام شده شما بالاست؟ چون از اون 45 مرحله در 30 مرحلهش باید رشوه بدید. رشوه هم جزء قیمت تمام شده است. چطور میشه قیمت تمام شده ملک در زعفرانی تهران از نیویورک هم بیشتر در میاد؟ به خاطر رشوه. در واقع بخش مهمی از تورم دزدیه. تورم ائتلافی است میان دزدها و بانکها. دو راه دزدی بیشتر وجود نداره. بذارید این جمله رو بگم بعد برم دادگاه. یا ما باید بانک بزنیم یا باید بانک بزنیم. در واقع همین دوتا راه برای دزدی هست. من چند بار این عدد رو چک کردم، اولش خودم هم باورم نمیشد. ایران از اول انقلاب تا الان 2.5 تریلیارد دلار درآمد داشته. کل ذخیره ارزی عربستان 1000 تریلیارد. اما ایران 2.5 تریلیارد دلار سرمایه داشته. کو؟ همین اکنون در کشور 9.5 میلیون نفر گرسنه‌اند. یعنی در واقع 1200 کالری در روز بهشون نمیرسه. در کشوری که 2.5 تریلیارد پول داشته چجوری 9.5 میلیون نفر گرسنه‌اند؟ و از همه بدتر بیش از 7% از مردم ایران بیشتر از 9 میلیون تومان در ماه نمیتونن خزینه برای خرید مسکن بکنن. و در مقابل مشتریان شما چه کسانی هستن؟ 800,000 نفر. به این دلیلی که وقتی که شما در واقع با یه دولتی طرف میشید که دائما داره شعار تولید میده، بزرگترین دروغ رو داره میگه. چرا داره دروغ میگه؟ به این دلیل که این دولت، منظورم نهاد دولت ها، نه دولت آقای پزشکیان، این نهاد دولت بهترین سرمایش تورمه. وقتی که از من میپرسند که راههای کنترل تورم برای دولت چیه، من میپرسم مگر دولت میخواد تورم رو کنترل کنه که من در مورد راههاش حرف بزنم؟ بانک ها صاحب 40% از املاک کشور هستند در حوزه سرمایه کلان کشور. کل سازندگان خصوصی کشور و مردم 60% املاک کشور هم ندارن. سرمایه اصلی بانک ها تا 60% ملکه.